احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا برای صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران فاضلم، الله همه شما را نگهبان باشد. عزیزانم، غفلت، پیامدها، عاملها و درمان آن. همکنون با شما درباره شکل و صورت یا نوع ششم دردناک غفلت صحبت میکنیم. آن غفلت از قرآن کریم می باشد. با آن ذاتی که قرآن را نازل کرده است قسم میخورم که غفلت از قرآن نردبان محرومیت، راه خاری و زیان و ضرر است. آیا این امت از چرانیدن شتر و گوسفندان به راهبری و اداره دولت‌ها و ملت‌ها مگر به چیز غیر از قرآن دست یافت؟ آیا این امت مگر با چیز غیر از قرآن بعد ذلت به عزت رسید؟ آیا این امت بعد نادانی و جهالت به وسیله چیز غیر از قرآن دانش کسب کرد؟ الله تعالی می فرماید: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. غفلت دردناک از قرآن، من این را انکار نمی کنم که امت به تلاوت قرآن مشغول هستند و انسان‌های فاضل خیلی زیاد هستند که کتاب الله را در سینه‌هایشان حفظ کردند و شب و روز آن را تلاوت می‌کنند. مدرسه‌ها و حلقه‌های حفظ قرآن خیلی زیادند. هیچ کسی این را انکار نمی‌کند. اما ما حاضر نیاز داریم که به تدبر، فهم و عمل به قرآن و دادخواهی از قرآن رای آوریم. چه کسی بدبختر از کسی است که از درد خود بیخبر باشد و از پی درمانش نشود؟ با الله قسم که ما فقط با دوباره بازگشتن به سوی قرآن عزت و کرامتمان را به دست خواهیم آورد تا قرآن را در حیات خود به شکل عملی تطبیق کنیم و آن را در تمام جنبه‌های حیات برنامه زندگیمان قرار دهیم. فرو گذاشتن قرآن یک چند نمود می شود: گوش ندادن به آن، تلاوت نکردن آن، عمل نکردن به آن، تدبر نکردن در قرآن، دادخواهی نکردن با قرآن، درمان نکردن با قرآن. بعضی این فروگذاری ها از بعضی دیگر بدتر است. ما باید به سوی قرآن برگردیم و از قرآن غافل نباشیم.
پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند قرآن بخوانید زیرا روز قیامت برای خوانندگانش شفاعت میکند. چنانه که در بخاری و مسلم آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند مؤمنی که قرآن را میخواند و به آن عمل میکند مانند میوه اترجه است که مزه شیرین و بوی خوش دارد و مثل مؤمنی که قرآن نمیخواند و به آن عمل میکند مانند خرما است مزه شیرین دارد و بوی ندارد و مثل منافقی که قرآن میخواند مانند ریحان است که بوی خوش و مزه تلخ دارد و مثل منافقی که قرآن نمیخواند مانند میوه حنظله است که مزه تلخ و بوی بد دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین شما کسی است که قرآن را آموزد و به دیگران آموزاند. پیامبر علیه السلام میفرمایند هر کس حرف از قرآن بخواند برای هر حرف یک خیر کسب میکند و هر خیر 10 برابر پاداش دارد. من نمیگویم الف لام میم یک حرف است بلکه الف یک حرف، لام یک حرف و میم یک حرف میباشند. چنانه که در بخاری و مسلم آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند حسد بجز در 2 چیز جایز نیست. یکم مردی که الله به او قرآن داد، مردی که الله به او قرآن داد و او شب و روز مشغول خواندن و عمل کردن به آن است. دوم مردی که الله به او ثروت داده و او هم شب و روز مشغول بخشیدن آن در راه حق است. برادرانم، هر کسی که قرآن را خواند و در آن تدبر کند و به آن عمل کند و آن را برنامه زندگی خود گرداند این همه از فضل بزرگ الله است. چنانه که در صحیح مسلم آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روز قیامت قرآن و اهل آن آورده می شوند. اهل قرآن که ها هستند؟ کسانی که به آن عمل می کردند. روز قیامت قرآن و اهل آن که به آن عمل می کردند آورده می شوند و سوره های بقره و آل عمران مانند ابر پیش و پیش آنها قرار دارند و از خوانندگان خود دفاع می کنند. یا الله، چقدر بزرگ است این قرآن! امت چقدر نیاز به این دارد که به سوی قرآن بازگردد، به کل قرآن ایمان بیارد، به آیاتهای محکمش و متشابهاتش امرهای قرآنی را اطاعت کند، چیزهایی که در آن منع شده است از آن دوری کند و حقوق و حدود آن را رعایت کند. انسان مؤمن در جستجوی محبت الله و رضای الله است. الله تعالی می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. به درستی که این قرآن به کار راه می نماید که آن درستتر است در سمت عقیده، در سمت عبادت، در سمت شریعت، در سمت اخلاق، در سمت معاملات، در سمت اقتصاد، در جانب علم و تعلیم، در تمام جنبه های زندگی. چقدر امت به قرآن نیازمند است. غفلت از قرآن سرچشمه تمام بلاهاست. غفلت از قرآن سبب تمام دردهاست. غفلت از قرآن شر و آفت بزرگی دارد. بله، تأکید میکنم که امت همکنون نیاز دارد تا به سوی قرآن برگردد و آن را حکم و قانون خود در تمام جنبه های زندگیش قرار دهد. الله تعالی در شأن قرآن می فرماید لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. از الله می خواهم که ما را به سوی قرآن نیکو بازگرداند تا آن را گوش کنیم و تلاوت کنیم و آن را تدبر و فهم کنیم و آن را قانون زندگی و درمان خود قرار دهیم. همان او بر این کار قادر و تواناست. سلام و درود الله بر پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى، أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد